امره میفهمم که خو نیستی، به خاطر که هیچ کسی وقتی کوشش کنه یک نفر بکشه اما در جایش یک کسی دیگه کشته شوه خو کده نمیتونه. بیبی اگه برم بگویی که به تو کی گفته ای کار کنی باز به زندگی کردن ادامه میدی. خانوادت پیش ما هست. تو باید علی را بکشی. اگر کشته نتانستی خودت میفهمی خانوادت پیش ما هست. او نام ما را اگر در اونجا کدام خرابی شد برش میگی که این کار پیلوت گفته. کی گفته؟ پیلوت. آفرین. پیلوت. یک نفر به نام پیلوت. گفتی پیلوت؟ پیلوت چرا بخواهی که تو مرا بکشی؟ دختر را که او دوست داره. او دختر تو را دوست داره ملا صاحب. ای گپ تحمل نتونست. به می خاطر گفتی که فریب دادن پیلوت چی است. ای را همه خواد فهمید. پیش از مردن او گفت برش بگو که پیلوت برات سلام گفت. ما و خانواده ما تهدید کردن ملا صاحب. ما مجبور شدم. پیلوت خبر بعد از سویگار علی بازم از حادثه نجات پیدا کرده. نه دیگه چی کده؟ نه که درباره زاری و گلاس فهمید. اما تو یک چیز است. چای او را کدام کسی دیگه خورده. ای آدم جادوگر است. سویگار جادوگر است. فقط که کدام کسی در پشت سرش از کوری نجات میده. اما درباره ما خود چیزی نفهمیده. اما تو نیست؟ نه قسمه که تو گفتی در تمام راه ها دام ماندیم. علی پشت پیلوت خواد رفت. درگیر خواد شدن. ببینیم که کدامشان زنده مبرای. خدایا لطفاً علی را از من نگیر. لطفاً. سیفدا 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 خداوندا خواهش میکنم سیفدار از قلب من بیرون کن. بهشو توزر میکنم. من خانم کسی دیگه را دوست داشته زندگی کردن نمیتونم. زندگی کردن نمیتونم.
پیلوت؟ تو کجا میری پیلوت؟ به گودام میرم. گفتی گدام؟ گدام چی؟ مگم کدام گدام مونده؟ چیزای باقی مانده را جمع میکنم. یک نفر روان میکنیم. طولانیش نکو بدت، من خودم حلش میکنم. نه خیر، حال اگر بری باز امرای مولا علی مقابل میشی. به خاطر او دختر کدام اتفاق خاط افتاد به او خاطر میکن. با آن که شوه ما چی وقت از اتفاقات فرار کردیم ها؟ نکو دیگه بیادر. بی سر زخمت خودت نمک میپوشی. با اون منطقه نرو، بعدن باز میگی خدایا در گرفتم. امروی قلبم چی کنم ودت ها؟ رفته ایره ده کسافت دانی بندازم. ای کارهای قسم نمیشه بچیم. اگه آتش از خو آتش باشه، اگه جنگ میشه خب آن جنگ شوه. از هیچ کدامش فرار نمیکنم و نکدیم. رفتم با اجازه. با آن یک بار خو استاد علی ده مقابلم بیایه، باز بی وقت چی میشه. اما علی آماده استی؟ مولا صاحب خوش شد که بخیر گذر. بخیر بری. خداوند تو را خیر بده. زنده باشی آقا موسی، زنده باشی. خداوند شما را بزرگ میسازه. مولا صاحب بخیر بگذره. بخیر آزاد شوین. آمین. بخیر آزاد شوین. زنده باشی بیادر. زنده باشین. ای بار واقع بدون کدام دروغ، بدون کدام فریب، در باقی مانده از عمرم هم سفر راهیم، شاید هر لحظه تا ابد، صاحب قلبم، هم سفر راهیم. کت معروسی میکنی سفته. ده اینجا چی میکنی؟ به خاطر مردن دعا میکنم. بی سیفده، آدمی به مثل ما که اقدر آرزوی تو را داره، در زیر یک چت و متو در یک اتاق، ای که حتی دست رم لمس نمیکنه، میفهمی که چی مانا میته؟ ای دوست داشتن مرا نسبت به تو بیان میکنه سیفده. چرا نمیفهمی؟ نمیفهمم و نمیخوایم که بفهمم. فهمیدی؟ قسم میخورم اگه تو مرا هیچ وقت هم قبول نکنی، اما ما همیشه تو را دوست دارم و دوست خواهد داشتم. دیر یا زود ایره خواهد فهمیدی. چای صبح آماده است. پیلوت بیادر، مولا صاحب امروز از زندان آزاد میشه. اگه میخوایی بیا که بریم به استقبالش. چطور بیادر؟ خوب است نه؟ قدر گپاره گفتم باز خیسته اینجا آمده دیوانه را.
چیم گپ هیچ کس در کلی تو کار نمیکنه. تو اینجا دیگه چی کار داری که آمدی؟ حالا با پای خود آمدی که تباه شوی. اینه کسی که لیاقت داره پیداش کردی. سلام. سلام. دیروز وقتی یک دفعه رفتی گپ زدن نتونستیم. چطور شدی؟ چطور شوم دیگه ها؟ در موجای بی‌معنای قلب خود غرق میشم. خوب شد. اگر زیاد طول میکشید از بین بردنش سخت میشد. بیشتر از دیگه چی منو میته؟ قلب ما جنگل گشته جنگل. پیش روی ما دیدن نمیتونم. انسان در قسم وضعیت کسی را میپاله که دستش بگیره، برش راه را نشان بده، کسی که او را از بین او جنگل گرفته بیرون بیاره. بدتر از این میفهمی چی است؟ کدام انسان دیدی که از خون ریزی زخم خود لذت ببره؟ من لذت میبرم. یعنی بزرگا گفتنه که قلب تبان که از درد کشیدن لذت ببره. از مام دمو حالت هست. روزاست که پرسان میکنم اما هیچ چیز نمیگی دخترم. گفتی که تعلی عروسی کردی، بعدن آمده گفتی تمامش دروغ بود که تو اویگار عروسی کردی. بعد از روز هیچ خنده را در رویت ندیده. بلی از خدا بگو سفته، ای کدام گپ است که تو را از درون قمی خوره؟ بگو. صبر نکو بیبی. اگه او ماشر فشار بیتی میفهمی که چی میشه؟ علی بازم از کلی چیز خبر میشه و پدرت از بین میبره. باز پدرت در قبر میره و علیام در زندان. باز وقت مادرت سینان اونا چطور خود شد؟ باز سینان به خاطر کشتن علی هر کاری که در توانش باشه میکنه. اگه در وقت من کمی کمکشم کنم سینان حتما علی را میکشه و یام علی سینان خواهد کشت. نمیتونی. ملا صاحب من درخواست ملاقات داده بودم اما اجازه برم ندادن. چیزی که آورده بودم ازم گرفتن اما خود من نماندن. خیر ببینی خدا داد. خیر ببینی. یک چیز پرسان میکنم. در این وقتا در کدام جای پیلوت دیدی؟ دیدم ملا صاحب با او گدامه که در مقابل دواخانه دویگو خواهر بود داخل شد. حتی گفتم پیلوت بیادر ملا صاحب از زندان آزاد میشه بیا که یک جای بریم به استقبالش نامد. این قسم کارا کرد ملا صاحب. خوب است. حالا بریم. بعضی کارا که از وام دارم. من کم قدم میزنم. با هم یک جای قدم بزنیم. یعنی میگن وقتش است که آدم لاغر شوه. اگه میخوایی بگویی میشنوم و اگه نمیخوایم خاموش میباشم. اگه حس کنی کسی در کنار تسی قسم به تو هم خوب میشه. خیر ببینی زنده باشی، اما اگه من به تنهایی قدم بزنم باز بسیار خوب میشه. حداقل یک مدتی.
بیبی خوارکی دویگو است نی؟ سر مولا علی عاشق شده بود. حتی برش نامه عاشقانم نوشته کده بود. از این گپ ما هم خبر داشتم. خیال کجاستن؟ ما وقت پیش شما می آمدم در اینجا بود. مچم کجا رفتگن؟ ازگی رو پیدا کردم. خدا داد. استاد علی بسیار خوب شد که آزاد شدین. زنده باشی خانم دویگو. شما میفهمین که پیلوت کجاست؟ چند دقیقه پیشم اینجا بود برآمد. شما چرا را میپالین؟ اینه که کدام چیز شنیدین؟ چی را شنیدیم؟ استاد علی من واقعا در مقابل شما شرمنده هستم. نمیخواستم که این قسم شوه. پیلوت قسمی که با ما گفت اگه به شما کدام چیزی گفته باشه به خاطر گپاش معذرت میخوایم. مثلا چی چیزا؟ یعنی گپه که جگر خون شوین. ای که پیلوت مرا دوست داشت. او وقتی که خبر شد در قلب من به شما یک جای است. بسیار زیاد قار شد. زیاد سرم گپ زد. چرا برام خبر ندادی؟ امی پیشتر آمدم دیگه. علی رو دیدی کنم دفعه؟ او رو آزاد کردن یعنی تو چه؟ ندیدیم اما تو دیگه با علی چی کار داری؟ خب به تشویشش بودم. سیفدا تو بعد از دیگه خانم اویگار هستی. چرا با تشویش علی می باشی؟ ببین بلیازه خدای قسم کارای تیلابته و متوجه زندگیت باش. من خواهش نمیفهمم تو چی میکنی. ببین مشکلت هرچی که هست بیا برم بگو. من باید تو یک جایی برم. سیفدا به امیدی که بتونی علی را ببینی آمدی؟ او بچه که در داخل است مرا زد.
پیلوت اگر خواستی که مرا بکشی باز آدم وارد مقابلم بیا. این قسم از پشت وار نکو. تو چی میگی استاد؟ کشتن چی بچم؟ ده اصل خود تو مرا کشتی. در کدام کتاب نوشته شده که قلب انسان یک قسم بشکنانی؟ ها؟ تو درباره چی گپ میزنی؟ به خاطر یک غلط فهمی در زندان به خاطر کشتن من نفر روان میکنی؟ ای کفایت نمیکنه. میری و بنا حق قلب خانم دویگو را مشکنونی. نام دویگو را به زبانت نگی استاد، برات گفتم. بیبی آخر ای کار با خون تمام میشه. ما برات گفته بودم که تو ساده هستی پیلوتم. تو از چیزی که ما فکر کرده بودم هم ساده تر هستی. دو مکتبه که تو درس خوندی ای چیزا به تو یاد ندادن پیلوت. یاد داده استاد شدن سر پای خود، نفروختن انسان ها رو یاد داده. مهمتر از یک چیز دیگه است، میفهمی؟ مردانگی رو یاد داده، مردانگی رو. و تو در زندگی هیچ چیز را یاد نگرفتی. از یک طرف همراه خانم سیفدا عروسی میکنی، از طرف دیگه سر خانم دویگو چشم میدوزی. برات بد است به خدا. این انسانیت است؟ های به این دروغه که تو باور کردی من لعنت. توبه استغفر الله. بیبی پیلوت ما با دویگو هیچ علاقه و کدام رابطه همراهش ندارم. ما او را همیشه با چشم خواهرم دیدیم. خدا داد برم گفت ما چون نامه از چی است. ما خود نه کدام نامه ای را دیدیم و نه هم کدام نامه ای را خواندیم. تو چرا هر چیز غلط درک میکنی؟ یا خب اندازه ساده هستی که هر دروغی را در گوشت پف میکنن تو به او باور میکنی؟ چطور یعنی؟ تو حال همراه خانم دویگو؟ برات میگم نیست پیلوت، نیست. دویگو خواهر دنیا و آخرت ما است. او نه در قلبم و نه در مغزم جای داره. من تو را غلط درک کرده بودم استاد. میگن نه، انسان خالی از اشتباه نیست. حقت ببخش، من همراهت بدرفتاری کردم. تو همراه من بدرفتاری کردی. تو یک بار برگشته و وضعیت خدا ببین. های تو دیگه چی قسم یک آدم هستی؟ یا اگه اون نفره که روان کرده بودی مرا میکشت، یا اگه من او چای زردارم میخوردم. انسان یک دفعه میایه گپ میزنه. ای که اصل گپ چی است او را میفهمه پیلوت. های تو چرا نمیفهمی استاد؟ ها؟ من پشت تو کدام آدم روان نکردیم. تو درباره چی گپ میزنی من نفهمیدم. اگه بخوایم کسی را بکشم در مقابلش میایم، طرف چشمایش دیده مغزایش باد میکنم. در او صورت خیلی کی به او آدم گفته بود؟ چی میفهمم؟ در این دنیا کسی که نام مرا استفاده کرده، این کار کرده، یا خو اعصاب خود از دست داده یا مسورت مرمی کرده تیزتر میدوه. خب درباره ای موضوع نام غیر است تو دیگه کی میفهمید پیلوت؟ چی بفهمم دیگه؟ نمیفهمم. خدا داد. توکچه اویگار. گفتی اویگار؟ معذرت میخوایم، سر تو زیاد گپ زدم. ده اصل ده همه گناه تو نیست. مده تو یک گودا لفتی دیم که راه بیرون رفت نداره. او چی است که تو را به این حالت رسانده؟ عروسی کردنم را یادمه که دوستش نداری، دلیلش چی است؟ دقیقش نشو. فهمیدن ایگه به تو هیچ کدام فایده نمیرسونه. علی از زندان آزاد شد، اما تو نیست. آزاد شد. خوب است. فقط او خوب باشه. دیگه هیچ چیز برام مهم نیست.
چیزی میخوری برات بیارم؟ زنده باشی. ما دیگه باید برو. مرا ایلا کدم میره ملا صاحب چطور کنم؟ جیگر خون نباش خدا داد. پس میایه. واقعا دوباره پس میایه ملا صاحب؟ البته که پس میایه خدا داد. واقعا اگر از صمیم قلب بخوایی میایه. از یک قلب دیگه یک رای مخفی است که هیچ کس او را نمیفهمه. پس 17 خواهر از می خاطر به خانه تو آمده بود ملا صاحب؟ از تو جدا شد رفت کرد کسی دیگه عروسی کرد، تو را زندانی کرد اما پس به خانه تا آمد. صحیح است؟ ایزگی مرا دوست نداشته باشه اما از من جدا شوه، مرا زندانی بسازه اما نره ملا صاحب چی میشه نره؟ خدا داد یک دقیقه. تو چند دقیقه پیش چی گفتی؟ گفتم چی میشه نره ملا صاحب، گفتم ایزگی نباید بره. نه دوباره بعداً گپ میزنیم. در ارتباط با سیفدا میگم. او را چه وقت دیدی؟ سیفدا خواهر خانه تو رفته بود ملا صاحب، داخل شد. چند دقیقه پیش هم در منطقه ما بود. سیفدا خواهر مثل ایزگی نیست، او همیشه در اینجا میباشه میگرده. ملا صاحب گفت اگه از قلب کسی را بخوایی و حتما پس میایه. گفت پس میایه. ایزگی پس بیا چی میشه؟ چیزی که انتظارش داشتم نشد اویگار. علی و پیلوت یکی دیگه خدا کشتن. با یک شکل جور آمدن. زیاد طول نمیکشه که علی بفهمده ای کار تو دست داری اویگار. ما باید هر چیزو تر از اینجا براییم. ما هیچ جایی نمیریم سارب. با محافظان بگو کوشش نکنن که مانع علی شون. تو هم زیاد دایی طرفا نباش که باز تو رو نبینه. تو قصد داری چی کنی ها؟ ای آدم ای دفعه تو را حتما میکشه. از بای میبره تو را اویگار، تو چرا نمیفهمی؟ هر کسی که زیاد معلومات داشته باشه اما قدرتمندتر است. او را مثل مون با بازی میگیرم و او را میرخصانم. معلومات پیش ما است. تو پس در این صورت ما چرا کوشش کردیم که آدم از زندان بکشیم؟ اشتباه کردی. ما کوشش نکردیم که او را بکشیم، ما کوشش کردیم که او را بکشیم. حال سیفدا او را کشته. از این به بعد هم همیشه او را میکشه. این قسم خواد کشت. یک شخص مرده دیگه کسی کشته نمیتونه. او را قسم نابود خواد کردم که دیگه هیچ وقته به هیچ کسی ضرر رسانده نتونه. ببین اگر بگویی که کی مجبورت کرده کی کار کنی زنده خود ماندی. پیلوت نامش پیلوت بود. ما پیش تو آدم مادم روان نکده. ما کت زر مر سر و کار ندارم. در اون صورت او آدم کی روان کرده بود؟ اویگار. سلام. تو در اینجا چی کار داری؟ گپایی که گفتی بس نبود؟ آمدی که بیشتر از او بگویی؟ بگو. با ما یک سوی تفاهم شده بود. بدل نگی. یعنی وقتی اون نامه را خواندم باز تو نامه را خواندی چی شد؟ تو چه قسم یک انسان هستی؟
ما به تو چی گفته بودم؟ ما از لحاظ روانی زیاد خسته هستم. چیزایی را تجربه کردیم که نمیخوایم برات بگویم. تجربه میکنم. نگفته بودم؟ گفته بودی. گفته بودی اما چی؟ اماش چی است؟ با یاد داری وقتی که تو برای ما گفته بودی هر رو یک قربانی میخوایم؟ ما به تو چی گفته بودم؟ گفته بودم بالاخره موفق شدم اما تو نیست؟ ما ایره درک نکرده بودم که منظرت از اوست. پس در او صورت نیاز نیست که کل چیز به تو توضیح داده شوه. اما تو نیست آقا پیلوت؟ خوب است. پس بشنو، ما به تو هیچ دروغ نگفتیم. بله؟ در مقابل علی یک وقت بعض حس داشتم. ما وقتی که دست تو را گرفتم، وقت سرم به سر شانه‌ات ماندم، احساسی که نسبت به او داشتم خلاص شد. تو ایره درک نکدینی؟ حالا اگر درکم کنی فرق نمیکنه. بین ما هر چیزی که بود خلاص شد. درست است. حق داری. حق با تو هست. اما وقتی من اون نامه رو قسم خواندم باز من هنوزم نامه میگه. هنوزم نامه میگی. تو متوجه هستی که ما چی چیزا را تجربه کردیم؟ تجارت پیشه گفته در زندگی ما آمدی اما مافیا بر آمدی. رفتی یک شو تا صبح که توکچه بودی که تو دختر استیور با هم یک جای سفر کردیم. اگه میخوایی از گذشته پرسان کنی ما آماده هستم. پرسان کن. من هیچ چیزی ندارم که از کسی پد کنم. بازم حاضر آماده هستم که کل چیزه بگویم. بعدن سر کلش خط کشیدم و تو یک چانس زدم. اما تو به خاطر نامه‌ای که آل آیندهش معلوم نبود مرا گناهکار فکر کردی. مرا بیاد کردی. در زندگیم به انسان مثل تو هیچ جای نیست. اوش کنی دیگه در مقابل من نبیایی. حالا پیش رایت خوبی دیگه اگر ضرورت باشه تا آخر عمر منتظرت می باشم. میره بفهم. من منتظرت می باشم. بجوزی که تو مرا ببخشی من دیگه هیچ راهی ندارم. چرا هر باره که تو را میبینم اشتباه میکنم؟ چرا هر باره که طرف تو روی من دور میتم رویاهایم از بین میره؟ ایره میفهمی؟ به خاطر که زندگی تو کاملا نابود شده. تو نه زندگی کردنه و نه زندگی دادنه میفهمی. تنها کار که میکنی شکستاندن، از بین بردن، آتش زدن. دیگه چیز یاد نداری. خراب کردن است. فقط به می خاطر ده زندگیم به تو جای نیست. برو. گفتم برو. برو. دیگه من عمر من به خواست تو تنظیم میکنم. یعنی اگر زخمی شوم تو مرا خوب بساز. من بدون تو کجا برم؟ به جهنم برو. هر جایی که میخوایی برو. من فعلا در یک بلندی ایستاد هستم. تو میخوایی مرا تیله کنی اما ایره فراموش نکن. اگه بفتم اون طرف تو دیده میفتم. هیچ وقت ایره فراموش نکن. کشتن یادمت بست مثل گرفتن جایزه از 17. قسمت بعدی. و تو لایقی جایزه هستی. اینا یا زیاد پیر هستن یا زیاد جوان هستن. یک خوب از نظر سن با بیادرم نمیخونن. صبر کن. یک عکس آخرام مانده. ایرام یک بار ببی بیادر. الله اکبر. الله اکبر.
Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm. Ve Rahmetullah. Başıma gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Sen beni koru. Allah'ım. Onu bulmama ve kurtarmama yardımcı ol. Buradan kurtulmam için bana dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.